آقا معناز ما گفت اصلا همه بینه، یعنی به شمالی گفت الان که همه دیدن که آقا هر کی دید از اون مغزش پاک بکنه. قیافه معناز یه لیف بگیریم. آی خدا داره معناز چند خوبی زو. من آجی داشتم الان فکر میکردم باید مادر، نه من باید میرفتم مادر خودم زنده بود میدیدم اگه اینجور میخواست. حتی اون بعید میدونم مثل اینجوری زر بگو بخوام میکرد. من نمیشناسمش. تو مادر منو نمیشناسی بعد با بچهش اینجا به سرموی توه؟ نیدیش توست که اصلا ما رو زایید رفت نیدی مادر ما رو. شراره اسمش شد. خدا بیامرزه. چرا اون مادر دوم من بود فوت کرد. روزها میروند، سالها میروند، به کیرت که میرود ما هم میرویم. من اکثرا تنها خودم هم، نه که نیازی به آدم ها ندارم و نه نیاز به آدم ها دارم، ولی ترجیحاً خودم هم. خیلی هم با خودم حال میکنم، خیلی با خودم رفیقم، خیلی با خودم غمگین میشم، خیلی با خودم خوشحال میشم، با خودم پیک میزنم. عجله نکن. یه روزی بهت گفتم چالوس بودیم غروب بود، من تهران اوضاعم خراب شده بود دیگه، از دبی و ترکیه هم برگشته بودم. چالوس خونه پدر قدیر بارون میومد 20 سال پیش. بودم قدیر این همه دست مردم رو گرفتی چی شد قدیر؟ اینا گفت پسر بازی هنوز تموم نشده. همین کلمه ها نمیخوام ادای ایزل و دایرامیز در بیارم، نه واقعا گفت بازی هنوز تموم نشده که بیا. این لطف پروردگار مطلق. هر چیزی که حال خوشتو ازت میگیره رو ترک بکن. حالا ربطی نداره مخدر باشه، محرک باشه، انسان باشه، حیوان باشه، هوا باشه، پرنده باشه، بیخوابی باشه، خواب زیاد باشه. هر چیزی که آرامش تو رو میگیره ترکش کن. مسیج داده به برادر جان احسان وایس اینجا. مسیج داده به برادرش محمد که به آیسان بیدار شد بگو قایق رو باید من رانندگی کنم. جان تو اینجا با این نمیذارم بره آلمان که اینجا پیش من باشه. من از بخوام بذارم توی یخچال هم اینجا باشه. نه جدی میگم آلمان تعطیل شد. جان آیسان دیگه نباید بریم. ها؟ خونه میاد جدی بمونی جان قدیر همینجا خونه دیسه خریم ما به ارواح ماموزور میای ارواح ماموزور میگی آره چه دو روزن نی من اینجا خونه وقتیم تو اینی فردا با که 100 سالگی ده به ذات نفر این خونه رو به هم وزگو بهش میگم که میاد میگه تو بخواه بودم 100 سالگی من باید کنه عوض بکنم دیگه هرچی شوکت ما رو بزرگت ما با تو رو پنجه